یک قسمت دوم سروایول و اومدم تو اینجا پر از اسکلتون از این چیزا بود. حالا به این کار ندارم من. بعد الان برم پایین. حالا باید اینا رو بکنم تا موقع نصب کنم. اول باید برم چی میگن تورش چیکار کنم. تورش بزنم یه کار دیگه هم بکنم. فراری کردم. خبر بچه گفتم اینجا میخواستم اینجا چستا بلود نکردم 6 تا. خوبه الان تور اینا تمام. بچه ها شما برین لایک و کامنت بذارین. من میرم یه چند تا از اون ور تورش پیدا کنم میام. خب سلام بچه، من داشتم اینجا میگشتم رسی جمع کردم از اونا و اون اینجا دیدم به عجب سوسیسی همش گوشته. بچه ها من ویدیو رو لایک کنین کامنت و اگه هر کی برنده اگه این سرویوار رو تموم کنم اینو اگه بشه ذخیره میکنم بهش میدم قرعه کشی. خب ترشا رو نگاه کنیم. بعد اینا میکنم و چقدر اینو بزرگ بوده من ندیدم. بچه ها بریم برای چی کندکاری. من برم پایین تا موقع شما دوباره یه کاری بکن. من کندم یکم میرم جای دایمن. اگه دایمن پیدا کردم به شما خبر میدم. من بچه اینا رو پیدا کردم. دایمن رو پیدا کردم نکندم اومدم با شما بکنم. چند تا فعلا 4 تا 5 تا 6 تا خوبه الان 9 تا 10 تا کنار بشون اینجا هم پیدا کنم. چرا نزدیک اینقدر پیدا کردم اینقدر نزدیک. بده خوش شانسم یا یه چیز دیگه است. یا اول فصل چقدر دایمند داداش چقدر دایمند چقدر. بچه ها لایک رو بزنید. اینا رو تبدیل میکنم. حالا شما برین یه چیز دیگه هم ببینید. من تمام میکنم برای میرم دایمند پیدا کردم. کامل کنیم. داشتم بچه ها میگفتم این دایمند برای من آبی خوردن پیدا میشه. نگاه دایمنده نگاه کن. شما میبینید بهینید کف بی دایمنده گفتم نگاه بابا بچه همه دیست بچه ها نگاه کن شانس ریخته و نه بچه ها شما برین یک کامنت دیگه هم بزنین. یک کامنت بزنین. من تا موقع میرم بالا. برای بچه من اومدم بالا. اومدم توی یه خونه فکر میکردم. من خیلی به
خونه نیاز دارم. دقت کرده هر جا میام توی این خونه ویلیجر یک بعد ویلیجر رو جمع آوری کنم. 2 باید خونه بسازم. 3 هم فکر کنم باید برم یک چیز بسازم که دیگه شما دوست داشته باش. تو کامنت ها بگین چیا دوست دارین که من برم بسازم. اینجا فعلا اینجا یه شماره گذاری کنم. اینجا الان باسماس تختتم بردار. من تختتم اینجا دوشمی. بچه ها نگاه کنیم ستونا رو من خیلی دوست دارم اینجور دیوارایی بذارم. اگه شما دلتون میخواد چیزای دیگه بذاریم حتما تو کامنت ها کامنت کنین. من میخوام چیزی دیگه بذارم یا اسم همون چیزی که میخوایم بگین. شما الان برای بیشتر سواله چرا اینقدر سنگ نداری مثل انگام و چرا همونجا لاوا بود انداختم تو لاوا. و من الان وسایل دایمندی بسازم دیگه. فول دایمند چیم دیگه با وسایل و برای آهن زیاد من آهن نکندم و فرم آهن باز میسازم بعدن. و فقط ما فقط هدفمون تو این قسمت بود که فول دایمند شیم که شدیم. بچه سلام اینجوری شده چون مریضم ببخشید دیگه صدام اینجوریه. خلاصه دیگه لایک هم نزنید تا ویدیوهای بعدی سب کنید این بلاک ها اینم بسازم ببینید سب کن اینم بزنم بچه تا ویدیوهای بعد خدا حافظ.